یا صبح خیر دوستای عزیز. ما امروز تقریبا 10 ساعت خواب کردم یا که 10 ساعت هم زیاد و حاجی ساعت 8 دسته و تیاری با روز میبینیم، میریم نهاری میکنیم و با سیاحت به شهر. بدتر میامرم شبتر سرگشت وقت شرطر تا نگوی کشیدی شب پر شب شنبه ما شبگرد میامرم جای کسی نباشه پریشان باشه فقط شب باشه سیاره را سرگشت میرم 6 جوشه دستا با هم باشه غم کم باشه روزی میشم پیر و کم پیر نویرم باری وزی شیر کم فی یو صبح خیر دوستای عزیز از پایتختی بلژیک، از پایتخت اتحادیه اروپا یا اینکه از پایتخت پادشاهی بلژیک شهر بروسل و ما امروز در اینجا قرار دارم و میخوام که یک چند جایهای زیبایی همه شهر در این ویدیو در این نوار با شما نمایش دیم و بله یکی از جاهای زیبا اینجا نکنیم چی اینجا اما همینجا بله هوملس یا اینکه جوگی ها یا اینکه بخانه ها تمام دولت ها بسیاران بله در پایتخت اتحادیه اروپا هم بخانه ها هستند یا اینکه یعنی جوگی ها چون که این ابی نه دولت های ابی نه پدر و مادرشون های ابی یکون کس نیست وای شهروندی اتحادیه اروپا را داره اوکی وای میتونه که یعنی با پاسپورتی وای در همه جا کار کند مبلغ درآمد بیارد وای که مردم از کینگ جومیان کار میکنن زندگیشون میبرن وای نه و من را داره که کدایی که همه وابسته خیچه نه وابسته که پاسپورت که جورا داری نداری اگر که مهنت نکنی رنگ هم بچک داجه خواب میکنی در پایتختی اتحادیه اروپا آمده پادشاهی بروسل با 4 دولت همسرهده با آلمان، فرانسه، لوکسمبورگ و نیدرلند ولی و اینها همسایه های جمهوری پادشاهی بلژیک و زبان تاجیکی هستند. بارون نمیرسید یک کلمه آنجا بارون بودیست اما باری وزی شیر کم فی متا بهترین مماینه ویروم جوراب مدوزا میمونه در جیوم ای همه غمگین نشامینه روز دردی کلون دیلت بینم خوبش مرا یکم بولو گیره در زمینی هزین در زمینم دو حسرت دیدم بود این هم کوچه های تازه بروسل کوچه های تازه بروسل بله این هم بود تئاتر رویال دی لامونی در اینجا 3 زبان دیگه میزنن زبانی آلمانی، زبانی هلندی و زبانی فرانسوی و بله اگر که بخوای بگویی که بروسل میگویی بروسل اگر بگویی که پاریس میگویی که پاریس ریرا با غی عوض میکننده اگر بگویی ریزو میگویی خیزا اگر که بگویی که با چی بگویی نمیدونم یکم چی بگویی با اوه عوض کن با ریرا با غی تمام پاریس فرانس مرسی این برای مرسی تشکر میشود با زبان فرانسوی تنها ریرا حقیقتی واسه تمام میشود مرسی and that's it bro سببی که بروسل رو پایتخت اتحادیه اروپا میگن همین است که بسیار از پارلمانت های اتحادیه اروپا محض در آن همه شهران
و بله بسیاری از جمع آمدهای می شود در اتحاد اروپا از همه دولت های این اتحادیه در این پایتخت بروسل یعنی پایتخت بلژ شهر بروسل آمده در همینجا جمع آمدهشون نمیگذارونن و برای نویگری ها صحبت میکنن. در کوچه بروسل ماده چه پسند اومد که ماشینا قریب که کم های و بسیار جاده خیلی که میبینید ولوسپید های دو طرف برای ماشین خرید کنید. این اساس همین این ماشین نه که مردم میرن. پرابلم دیگر این که ما یک قبچه تانگا گرفتم در سومکم. فهمیده تانگای یورو گرفتم اما در اینجا کش قبول نمیکنه یعنی کاغذ و تانگگی را دیگه قبول نکردیسن سالهای اخیر و همه چی با کارتای فهمیدید. اگر کسی که توصیه میتونم بلژی آمده ایسا باشد کارتا کاتش گیرد چون که دیگه کاغذ لازم نیست و این بهترین های وقتی که تانگا و کش دیگه استفاده نمیبری پورادی کم میشود همین خلاص پورادی کم میشود اگه کسی دیگه پورا نمیتی تاکسی دا پول زیادتی نمیتی همه چیز رسما های برای همون ما طرف دارم با کدام مقصد یعنی ای پورا نمیتی با مقصدی که وقتی که کش پرداخت یعنی با کارتک پرداخت میکنی اون چیزا همه چیز رسما حساب کتاب میشود یعنی بانک و دولت چیزا اداره میکنن و دولت که اداره کرد از وی انداز میگیرد همه چیز رسما های وقتی که تو کاغذ قطعی پرداخت میکنی یا خیلی انداز نمیسپرن یا خیلی در کیسهش میمونه و فریب میکنه مردم و برای مثال چند که از دهنش آمد گفتن میگیرد. برای مثال اگر تاکسی 5 یورو باشد 15 یورو میگیرد تو مهمونی که تو نمیدونی جرا و پرداخت کردن میگی. برای مثال دام دولت ها میخلید سال 2019 ازبکستان رفته بودیم و از این طرف تقریبا 150,000 ریوایو دادیم از اون طرف 250,000 یعنی پروسا تک فریب کردن مورا. برای مثال در بلژیا ان همی فانتا 2 یورو 85 سنت نرخ دارد و بله از فانتای تاجیکستان یکم فرق نداره اما قیمتش نیم زیادی هومر ما بخشیدم ما سرگرم چه سکوتر برای آغاز کردن 1 یورو پرداخت میکنی پس اون سری هر یک دقیقه 19 سنت های ما هم اگه نمیدونم 19 دقیقه راندم همین قرار نولدم جمعه برد 3 یورو پرداخت کردم ده برای همون ایده خوب نیست پای پیاده خیلی افرم در کار. در حقیقت که کوچه های بروسل تازه آزاده و پرابلم های که ما یک قدم گوشم یک قد آیسته آیسته ازی خدم بزن رنگی گرمانیا ولوسپید ها بسیار در کوچه ها و بله مردم هم از هر طرف دنیا از افریقا از عرب ها از همه جا مصر بله این همون راهی هست که بسیاری مردم ها سالی گذشته بله یعنی همون پیشخواد یا که راهایی که میگذارن هر رنگ کردگیان که در اینجا مردم پیسند نیست یخی آدم آده و بله چون که در اینجا تقریبا 3 تا ملت ها زندگی میکنند یعنی بسیاریش یعنی 3 زبان هست و باز مردم از دولت های عربی دولت های افریقایی هستند و پیشخواد را بسیاری رنگوش کندگیان ولی یکی دیگهش دو طرف بود و رنگوش نیست ولی از یک طرف مردم ایرا کرده بودن برای دستگیری LGBT و از یک طرف دیگه مردم ایچه نمیخواه و بله جایهای زیبای بلژ نشان دادیم جایهای بزرگش نشان میدیم. من این زمان ساختمان رفته سعی جده و بله ساختمان رفته سعی و کم ترک بزه بایده گیرم با دعوای شهر جزی کده سای ساختمان جان جوهای بزه بشهر های این جان جوهای بزه بشهر های اسم کنی که اندیا دایی ولی اما ساختمان رفته سای جدا برای همون با دعوای شهر بزه کده سای و همی کوچه در بسیار
بسیار عرب ها زندگی میکنن. مغازه عربی است. برای که دیدم اینجا آمدم چی خرید کردم؟ یک چند خوراک خرید کردم برای شما و بله رنگی بزرگ کاروان در چی در خط کوچه سودا میکنن و بله یعنی اینجا بود جاهای بزرگ بلگیا. یا صبح بخیر دوستان عزیز. بله از پایتختی بروسل نه از پایتختی بلژیک شهر بروسل من پایتخت رو به دولت‌ها ایواز میکنم و حاضر قدم دادم در کوچه های شهری بروسل و در حقیقت که بود هوا خنکه لکه بهار شد لیکن در جاز هم خنکه دینا باران بارید امروز هم کم تا خنکه گوشام یخ کده سای و بله خیلی که میبینه کوچه های شهری بروسل خیلی تازه آنها بله لیکن این نجرالش بزرگ نیست. قلبمون تپش داره تاپ تاپ به داغ تاکی نشه تاپ تاپ اولین دیدارم یاد دارم وقتی یاد کنم خیلی باید دارم ما تیارم ای سر و تیلا بارم نخون زبا چما دارم جوانی رفت ای ما بیرفت تا خیره چشمات نبینم پیشی ایبیز هتل در اوجا بلابلاکا هسته که همگی 6 یورو خطی 7 یورو خطی پاریس میروی یا اینکه چارلروی اما اگر که آدم نیفتی باید دا قیمت‌تر میشود رفتن فهمیدید. برای این سال دفعه دیگه اگر کدومی که اومد بلابلاکا استفاده برد ارزان‌تر نظر به اتوبوس یا اینکه پاییز. اینجا چی می‌دارد؟ ایستگاهی پاییز و مترو و اتوبوس و تراموای همه چی اینجا خیلی گم میکنن بر آدم اینقدر جای‌ها. بله 7 یورو پرداخت میتونم از بروسل میدی تا چارلروی سنترال. امکانات دیگه هست که تو اگر از 26 سال مایده تر باشی تو میتونی که 50% بلیت خرید و روز 31 بعد دو روز که آخرین روز دانشجوی مای ما میتونم که بلیتی 50% گیرم. در جای ما میاد انسانی نو در جای ما میاد سالی نو و کتابی ما میمونه خاطرم در جای ما میاد انسانی نو شب بخیر جان ما